Minor va purkunandae algebravi. Minori elementi IEG matritsei A چونین معین کننده ترتیبش یکتاکمه است که در وقت خط زدن سطر ایوم و ستون ژیوم حاصل می شود. مینور را با حرف MEG اشاره می کنند. مثال ماتریسه A برابر 2 مینوس 1 5 7 8 9 1 3 مینوس 6 مینور المنت های I2 و 1 و I3 و 2 یافته شود. برای یافتن مینور 2 و 1 ما سطر دوم و ستون یکم را خط میزنیم و عددهای باقی مانده را می نویسیم که آن برابر است با مینوس 1 5 3 مینوس 6 و این معین کننده ترتیب 2 را حساب میکنیم. برابر مینوس 1 ضرب مینوس 6 طرح 3 ضرب 5 برابر مینوس 1 ضرب مینوس 6 برابر 6 طرح 3 ضرب 5 برابر 15 برابر 6 طرح 15 برابر مینوس 9. برای یافتن مینور 3 و 2 ما سطر سیوم و ستون دوم را خط میزنیم و عددهای باقی مانده را می نویسیم که آن برابر است با 2 5 7 9 و این معین کننده ترتیب 2 را حساب میکنیم. برابر 2 ضرب 9 طرح 7 ضرب 5 برابر 2 ضرب 9 برابر 18 طرح 7 ضرب 5 برابر 35 برابر 18 طرح 35 برابر مینوس 17. پرکننده الگبراوی المنتی IEG ماتریسه A چونین عدد است که از روی فرمولای IEG برابر مینوس 1 در درجه E جمع G ضرب MEG حساب کرده می شود. پرکننده الگبراوی را با حرف IEG اشاره می کنند. مثال ماتریسه A برابر 8 مینوس 3 1 12 8 9 1 3 مینوس 6 مینور و پرکننده الگبراوی المنتی I3 و 1 یافته شود. برای یافتن مینور 3 و 1 ما سطر سیوم و ستون یکم را خط میزنیم و عددهای باقی مانده را می نویسیم که آن برابر است با مینوس 3 1 8 9 و این معین کننده ترتیب 2 را حساب میکنیم. برابر مینوس 3 ضرب 9 طرح 8 ضرب 1 برابر مینوس 3 ضرب 9 برابر مینوس 27 طرح 8 ضرب 1 برابر 8 برابر مینوس 27 طرح 8 برابر مینوس 35. بعد در این فرمولا گذاشته حساب میکنیم. I3 و 1 برابر مینوس 1 در درجه 3 جمع 1 ضرب MEG و 1 برابر مینوس 1 در درجه 3 جمع 1 برابر است 4 می شود. مینوس 1 در درجه 4 برابر 1 ضرب چرا که ما حساب کردیم MEG و 1 برابر مینوس 35 ضرب مینوس 35 برابر 1 ضرب مینوس 35 برابر مینوس 35.